با مقصد تحکیم طرز حیاتی سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن بین اهالی بخشیده به تجلیل روزی جوانان تاجیکستان در شهر اسفره ماراتون دوی ملی برگزار گردید. صبح بر وقت صدها دوستداران ورزش، طالب علمان و جوانان و نمایندگان جامعه‌های مهنتی که سن و سال مختلف داشتند در موضع درآمدگاه شهر جمع آمده در این چهاربینی ورزشی فعالانه اشتراک نمودند. مسافه معین شده ماراتون از درآمدگاه شهر تا نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی در مرکز شهر معین گردیده بود. شمار زیادی ساکنان صرف نظر از جنس و سن و سال اشتراک داشتند. باید تذکر داد که امسال تعداد شرکت کنندگان به طور نظر زیاد بوده. فضای شهر تراوتی ادامه داشت. شرکتداران چهاربینی در پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی سرجم گردیده. غالبان با تحفه‌های خاطروی قدرشناسی شدند. مورد ذکر است که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان، تربیت جسمانی و انکشافی ورزش، تحکیم طرز حیاتی سالم و رشد و عمومیت آن دوام ماه می به افتخار تجلیل روز جوانان تاجیکستان یک سلسله برنامه‌های عمومی ورزشی، سالمگردانی و مسابقه‌های ورزشی دیگران نیز به نقشه گرفته است.